بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما محصلین عزیز. خوش آمدین به یکی از دروس دیگر مضمون سایبر سکیوریتی. در این درس ما شما موضوع مسیج دایجست الگوریتم یا یکی از هاشینگ الگوریتم هایی را که به نام MD سیریز یاد میشه مورد بحث قرار میدیم. MD سه فلیور یا سه ورژن بسیار مشهور داره که MD2 هست، MD4 هست و MD5 هست. در کل MD الگوریتم که است توسط شخصی که در RSA سهیم بود به نام رونالد ریوست، یعنی می الگوریتم توسط می شخص دیولپ شده. اولین نسخه یا ورژن از به نام MD2 یاد می شد که در سال 1989 ای دیولپ شده بود و زیادتر در کامپیوترهای استفاده می شد که ساختار پروسسورش 8 بیتی بود که امروز ما شما اصلا ساختار 8 بیتی را هیچ نداریم، ولی در روز زمان از این الگوریتم در همچون پروسسورهای میتونستیم ما شما اضافه بکنیم به خاطر استفاده بکنیم، به خاطر جنریت کردن هش ولیو ها و به خاطر اینتگریتی دیتا های خود. کاری که MD2 انجام میدادی بود که مالتیپل آف 16 بایتس دیتا را جنریت میکرد و در صورتی که نیاز می بود عمل پدینگ را هم انجام میداد و یک 16 بایت چکس اند ولیو را جنریت میکرد که با اساس از اون ما شما میتونستیم که صحت دیتای خود را چک بکنیم و همیشه مسیج دایجست های ما شما 16 بایت بود، یعنی 16 بایت اگر ما شما ضرب در 8 بکنیم 8648 میشه 4 حاصل 84128، یعنی طول دایجستی که MD2 جنریت میکرد و هم 128 بود. ولی امروزه از این الگوریتم در کامپیوترهای امروزی استفاده نمیشه و هیچ اپلیکیشن نیست که امروزه از استفاده بکنه. یک که از لحاظ سکیوریتی این مشکلات بسیار زیاد داشت. دیگه الگوریتم را که خود اپدیت بالایش آمد و ریوستری را اپدیت کرد در سال 1990 MD4 بود. MD4 هم در بعضی از خیلی جاهای محدود امروزه ما شما از استفاده میکنیم و یگانه کاری که در MD4 پیدا شدی بود که پروسسورهای 32 بیتی را میتونست که سپورت بکنه و نسبتا لول سکیوریتی از این بالاتر بود. بالای بلاک های با طول 512 بیت میتونست عمل بکنه، قسمی که در هر بلاک به اندازه 448 بیت دیتا را ما شما اپند میکردیم و طول دایجست از این هم 128 بود. مثلا در جایی که ضرورت میشد پدینگ را هم انجام میداد. مثلا اگر ما شما دیتایی را با سایز 432 می داشتیم بالای از 16 بیت دیگر اضافه میکرد که در کل 448 میشد و هر بلاک ما شما باید کمتر از 64 بیت دیتا در داخل خودش می داشت. ولی خود الگوریتم ما شما وقتی که عملیات کامپیوتیشن ها را انجام میداد بالای بلاک های 512 بیتی انجام میداد و در برای هر بلاک 3 راوند کامپیوتیشن یا محاسبات را انجام میداد. پس از او خود MD4 پس از اینکه MD4 کرک شد و از این هم استفاده نکردن، ریوز در سال 1991 یک اپدیت جدیدی از MD را ایجاد کرد که به نام MD5 را ایجاد کرد و این نسبتا سکیوریتی بسیار خوب را داشت. بالای بلاک های 512 بیتی عمل میکنه که در این درس باز ما شما با ریتیلز روی صحبت میکنیم که چگونه و کدام اپریشن ها را انجام میده و همچنان این هم دایجست را ما شما جنریت میکنه که 128 بیت باشه. در جایی که ضرورت باشه پدینگ را هم انجام میده تا بتونه بلاک های را ایجاد بکنه که 512 بیتی باشه و تا حال ای در کریپتو انالیسیس تا حال پروف نشده که این الگوریتم کرک شده باشه، ولی اکثریت از متخصصین بخش علم کریپتوگرافی را میگن که کرک کردن از این هم یعنی امکانش هست، ولی تا حالی که کسی ایره پخش نکرده یا گفته نشده و خاطر از این هست که ممکن کسی را هک کرده باشه ولی بتونه از او منفعت بگیره. به او خاطر متخصصین این چنین گپ را میگن. پس در کل الگوریتم MD2 MD4 و MD5 از جمله هاشینگ الگوریتم ها هست که همیشه با ما شما دایجست ولیو 128 بیتی را جنریت میکنه. در این درس ما شما روی MD5 صحبت میکنیم، روی که چه قسمی عمل میکنه و چطور کار میکنه و از MD2 و MD4 قسمی گفتم هم امروزه استفاده نمیشه. خب در کل MD5 از سریز مسیج دایجست هست و توسط ریوست گفتیم دیولپ شده و با ما شما دایجست های 128 بیتی را جنریت میکنه. طول بلاکش یا بلاک سایزی که میتونه بالای از اپریشن خود را انجام بده 512 هست. به او خاطر دیتا های ما شما را خیلی اوقاتی به بلاک های 512 بیتی تقسیم میکنه. استپ های متفاوت عملیات را می داشته باشه که در این درس ما شما روی تمامی 5 استپ صحبت میکنیم. استپ اول اپند پارینگ بیتس هست. اولا مسیج ما شما را باید به بلاک های 512 بیتی تقسیم بکنه و در صورت کدام بلاک ما شما طولش کمتر باشه بالای زو باز پارینگ یا مقدار دیتا اضافی را علاوه میکنه
که دیتا ها همیشه با یک بیت اولش همیشه با یک شروع میشه و بیت های باقیش تماما صفر می باشه. مسیج های ما شما رو وقت به بلاک ها در نظر گرفت، در صورت که نیاز باشه اندازه پرینگ را اضافه بکنه با یک شروع میکنه، یعنی اولین بیتش یک می باشه و تا باقی تمام بیت ها را صفر ست میکنه. پس این اولین استپ کاری است که انجام میده. مثلا اگر بلاک ما شما بلاک ما شما 512 هست، اگر تکست یا دیتا ما شما 448 باشه، 64 دیگر را بالای اضافه میکنه تا 512 بیت بلاک را ما شما جنریت بکنه. خب این اولین استپ کار بود که مسیج ما شما را پادینگ را بالایش اضافه میکرد. استپ دویی هست که اپن لند، بالای در موردی که طول دیتای ما شما چقدر هست، بالای ازی هم این معلومات را اضافه میکنه و 64 بیت از اوریجینال مسیج را میگیره و این را در ختم استپ اول اضافه میکنه. در استپ اول فقط کاری که انجام دادی بود که به مسیج ما شما یک مقدار پادینگ را اضافه کرد. بر علاوه از 64 بیت دیگه از اوریجینال مسیج گرفته میشه و ای را اضافه میکنه. دلیلی که این کار را میکنه این هست که امو کمپلکسیتی یا کنفیوژن را به وجود بیاره و همیشه از لیست سیگنیفیکنت ای را میگیره، امو 64 بیت را از اوریجینال مسیج ما شما و ای را در موست سیگنیفیکنت بیت اضافه میکنه. لیست سیگنیفیکنت بیت هایی است که به طرف در حقیقت به طرف چپ قرار می داشته باشه، ای را به رایت سیگنیفیکنت که در رایت قرار میده که موست سیگنیفیکنت بیت های ما شما هست. و پس از او کاری که انجام میده the output of 2 yields a message of integer multiple of 512 bits، یعنی در حقیقت وقتی که 64 بیت دیگر هم بالایش اضافه کرد و در کل وقت چنین چیز را به دست آورد، مسیجی را که ما شما می داشته باشیم ضریب 512 هست، یا مثلا 512 می باشه یا 1024 و همین شکل بیشتر و بیشترتر. خب استپ دو بود کاری که انجام داد. استپ دو کار دیگه که انجام میده ای هست که دیتای ما شما رو به بلاک ها هم تقسیم بندی میکنه. مثلا این را در نظر میگیره، بلاک اولی را ایجاد میکنه که به نام y0 یا میتونیم ما شما به نام m0 ایجاد کنیم، y1 y2 y3 تا به هر چند بلاکی که از دیتای ما شما جنریت میشه. بعد بالای هر بلاک ما شما اپریشن های متفاوت انجام میده. 512 بیت برای خود md5 داده میشه و در ابتدا یک initial value را می داشته باشه که واسه او initial value ما شما 128 بیت است و توسط هم 128 بیت و 512 بیت مسیج ما شما یک هش value را جنریت میکنه و ریزالت ازی به راوند بعدی پاس داده میشه که این به نام IV و راوند های بعدی را به نام custom value 1 یا custom value 2 یاد میکنن. پس این بر راوند بعدی پاس داده میشه. در راوند بعدی هم بلاک دومی در نظر گرفته میشه و اوتپوتی که از راوند اول به دست آورده رفته تا به انتها میرسه و در اخیر قیمت آخرین اوتپوتی که از MD5 ما شما به دست میاریم میام دایجست ما شما میباشه. خب در راوند سوم هم ما شما گفتیم که قسمی که میبینیم دیگه در راوند دو ما شما به بلاک ها تقسیم کردیم به خاطر که ما شما یک اینیشیال ولیو یا اینیشیال وکتور را داشته باشیم. به خاطر به وجود آوردن اینیشیال وکتور در ابتدا دیگه ما شما 32 بیت اینیشیال وکتور را از جنریت میکنه. مثلا اگر این قسمت شما ببینین 2 4 6 8 را ما شما داریم و 8 ضرب 4 16 میشه. پس ما شما 16 بیت را دی می داشته باشیم، 16 بیت دیگر هم دی می داشته باشیم، 16 دیگر هم دی داریم و 16 هم در قیمت آخری می داشته باشیم. این را به نام این قیمت هایی را که ما شما در قسمت می داشته باشیم این را به نام رجستر ولیو اهمیت میکنن. اولین دفعه وقتی اینیشیال وکتور را در نظر میگیره می قیمت های دیفالت را می داشته باشه، قیمت هایی را که شما در این قسمت میبینین و از این حیث اینیشیال وکتور استفاده میشه و چون اینیشیال وکتور ما شما 128 بیت است پس این هم 128 بیت می باشه و در خود حافظه همون دیوایسی که هشینگ را انجام میده و اندازه 128 بیت را در میموری خودم دیوایس به شکل بفر در نظر میگیره که ریزالت هر راوند را با زرمی میموری یا در این بفر ذخیره میکنه. پس در هر راوند ما شما یک بلاک را برش میتیم. وقتی بلاک را میگیره بالای از او استپ عملیات های خود را انجام میده بر علاوه که اینیشیال ولیو را میگیره در صورتی که راوند اول باشه و راوند های بعدی اما قیمت کاستم ولیو راوند قبلی خود را بر راوند بعدی ما شما میتیم، قسمی که در دیاگرام قبلی هم ما شما دیدیم. خب پس از اینکه در استپ 4 اینیشیال ولیو ها در نظر گرفته شد، IV ایجاد شد و یک بفر را در نظر گرفت، در استپ 4 کاری که انجام میشه این هست که بالای هر 512 بیت بلاک ما شما عملیات شروع میشه. عملیات هایی که در هر راوند ما شما می داشته باشیم در صورتی که اینیشیال ولیو باشه این قیمت ها را از IV در نظر میگیره و خود دیتای ما شما را به بلاک های 16 بیتی تقسیم بندی میکنه. پس از این قسمت کار اولی که انجام میشه
عیناً مثل که ما شما در شا داشتیم. قیمت اول از ادیشن میشه با ریزالت بلاک B C و D، یعنی بالای از یک فنکشنی به نام افرن میشه، اوتپوت از گرفته میشه و عمل ادیشن انجام میشه. به این ترتیب در قسمت بعدی از خود مسیج ما شما گرفته میشه و مسیج ادیشن میشه بالای قیمت هایی که می داشته باشیم و در استپ بعدی باز ادیشن انجام میشه توسط کانستنتی که ما شما به هر راوند می داشته باشیم و باز سرکولار شیفت سابستیتوشن انجام میشه و در نتیجه باز ادیشنش انجام میشه با قیمت بلاکی که از B به دست آمده و در نتیجه به خاطری که ما شما هم CV را دریافت بکنیم باز به این شکل جاها تعویض میشه، در جای D را در جای A قرار میده و ریزالت از می راوندی که ما شما یا ادیشن هایی که انجام دادیم در B ذخیره میشه، B در C ذخیره میشه و همچنان C هم در D. به این شکل ما شما یک کاستوم ولیوی جدید را می داشته باشیم که بازی پاس داده میشه به راوند بعدی. پس به این شکل راوند های ما شما تکرار میشه. در هر بار مسیج هایی را که میگیره 512 بیت می باشه و در نتیجه CV را که جنریت میکنه 128 بیت می باشه. پس به این شکل این پروسه را ادامه میده تا زمانی که آخرین راوند میرسه و در آخرین راوند هم 128 بیت مسیج دایجست ما شما من حیث اوتپوت جنریت میکنه. پس به این شکل مسیج دایجست 5 اپریشن ها یا عملیات خود را انجام میده و هش ولی ها را جنریت میکنه. اگر ما شما در ویندوز پاورشل هم بریم، یعنی پاورشل ویندوز را باز بکنیم، دیگه هم ما شما میتونیم که از این الگوریتم های استفاده بکنیم. گیت فایل هش میگین و پس از الگوریتم میتونیم ما شما الگوریتم خود مشخص بسازیم. فقط قسمی که میبینین MD5 رو نشان میده. یا ببین ما شما در هلپش هم اگر ببینیم گیت هلپ میگیم و نام کمند خود را میدیم که کمند ما شما به نام گیت فایل هش هست و انتر میکنیم. قسمی که میبینین شا1 شا 256 شا 364 و شا 512 تمامش سپورت می داشته باشه، ولی از MD تنها امو MD5 را سپورت داره. ما شما از MD2 MD4 نمیتونیم دیگه استفاده بکنیم. پس این درس ما شما الگوریتم های MD2 MD4 و MD5 را مورد بحث قرار دادیم. امید است درس براتون مفید واقع شده باشه. تا درس های بعد، الله حافظ.